من به تو اعتماد ندارم. خدایش نوشمو ببین. بابا اینا چیه؟ یزید درود رفقا، خوش اومدید به ویدیو چالشی مسابقه‌ای باحال دیگه. ولی این ویدیو داستانش گردن کیه؟ گردن نیکی نیکوکار. آقا من نمیدونم چرا جدیدن زبونم میگیره. فکر کنم به خاطر اینه که ببین مردایی که زنشون دوست ندارن اذیتشون میکنن زبوناشون رو میگیرن. من که خرابتم. اون نیکی خانم چی آوردی برایمان؟ آقا امید، آقا امید بچه‌ها امروز اومدیم با نقاشی با چشم بسته. چشم بسته؟ چشم بسته. خب و اینکه ما نفری 2 تا نقاشی داریم. 2 تا نقاشی اسمشو اینجا نوشتیم. شما که بدتر مایی که و به صورت شانسی انتخاب. اون بیلزنی باقچه خودتو بگیر. بعد هر که 2 تا نقاشیاش بدتر شد خب یعنی مجازات یعنی اون که بازنده شد دیگه. آره دیگه اون که بدتر شد. داره سخت صحبت میکنی. خب همونه دیگه 2 تا نقاشی زشت‌تر شد دیگه. نقاشی زشت شد و باخت. جایزش مجازاتش سورپرایزه. یعنی الان باید چشامونو ببندیم؟ بله. بعد تک تک یا دوتایی؟ دوتایی. یعنی دوتامون چشامونو ببندیم، دوتامون نقاشی بکشیم. آره دیگه هر کی زودتر تموم کرد دیگه. من میدونستم نقاشیه ولی نمیدونستم چی. فقط میدونم که مجازات خیلی کثیف داره که امیدوارم من تمام سعیمو میکنم که تو ببین دیگه سورپرایزه. آقا این نقطه ضعف منه. امیدوارم ببرید. حتما بمونین تا آخر ویدیو که این مجازات سورپرایزه. امیدوارم که من نبازم چون این واقعا ته نقطه ضعف منه. آقا دمتون گرم. اگه با این ویدیو حال کردین و خندیدین لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بریم بیایم ببینیم نیکی جون چاشی برامون امروز پخته. ببینیم داستان چیه، چی بعد نقاشی کنیم. بریم. خب رفقا خوش برگشتید. بله. بریم ببینیم نیکی جون اینجا برامون روی سری کاغذ 4 تا دونه گزینه رو نوشته که ما شانسی باید انتخاب کنیم. ببینیم چی در میاد که ما باید چشم بسته بکشیم. آها بعد هر کدوممون یه دونه باید برداریم. آها مثل هم یعنی نمیشه. آها اوکی. برو بریم آقا. من اینو میخوام. منم اینو میخوام. شما کدومو میخواد؟ موشی جادوگره و یک گوی جادویی داره. بله. یعنی چی؟ یزیدی یعنی چی؟ آقا من به خودم سخت‌تر من چشم بسته موشی که جادوگره یه گوی جادویی. من چشم بازم اینا نمیتونم بکشم. زن مومه ماشینی که شبیه کدو تنبله و تو ترافیک گیر کرده. این که اینا سخت‌تره. چی؟ مگه داریم میریم کلاس نقاشی؟ مگه 3 ماه دوره نقاشی میخواد موشی که جادوگره یه گوی؟ آقا شما بگید ناموسن تو کامنت ها چالش مسابقه رو. بعد من میگم این نامرد بازی در میاره. بگو میخوام ببرم. اومدم یه زور ببرم. کجا تمرینم کردی؟ من قول میدم آقا این خودش تمرینم کرده. دروغ میگه. انقدر نقاشی خودش خوبه. نقاشیم خوبه که چشم بسته که خوب نیست. چشم بسته هم خوبه. من چجوری موشی که جادوگره و یه گوی جادویی داره بکشم؟ دیگه میتونی. خب باشه. همونطور که من با یک کدو تنبله تو ترافیک آقا گیر باشه. و کرده. اینم بعد بگم که ما جلومون نفری 1 2 3 4 5 6 7 تا دونه ماژیک داریم. بله. 7 تا دونه ماژیک داریم که تقریبا هممون که یه طیف رنگه. بعد این رنگا رو حفظ کنیم. اونجا چشم بسته ازشون استفاده ببریم. بریم چشامونو ببندیم بیایم ببینیم آقا کی بهتر میکشه. یکی خودمون عادلانه باید جواب بدی و نامرد بازی در نمیری. آقا بریم. تو از این کارو میکنی. بریم بیان. خب بچه
بچه‌ها خوش برگشتید. امید آقا از اونجایی که آقا به من خبر بده به ریکورد میکنی. سلام آقا من اصلا بس منم میگه برو عقب از کادر نیای بیرون. ناموسن چشاتو بستی به خدا الان دارم میبندم. داشتم جون من دروغ بذار. نه به خدا نه نبین چشاتو باز نکن. ببین دارم گره میزنم. بیا من برات گره بزنم. بابا گره 2 تا گره زدم. نمیخواد تو گره بزنی. بابا من به تو اعتماد ندارم. آخ زدی تو دماغم. خب جای خوبی زدم. خب چی بود مال من؟ اینقدر بابا دریوری بود اصلا موشی که جادوگره و یه گوی جادویی داره. برای منم یه ماشینی که شبیه کدو تنبله تو ترافیک گیر که ببین به خودت هم رحم نکردی. میخوای به من رحم کنی؟ خدایا گاد آقا اون ماجیکا فقط کو؟ اون مجازاتی که ببین شروع کن اول یه که مشکی بود ولی بقیه‌اش یادم رفته. خب من مال من چی بود؟ یه موشی که رنگی؟ یه موشی که جادوگره. یه موشی که جادوگره مثلا بعد یه موشه یه دونه اینطوریه. مثلا 2 تا گوش داره. خب ببین این دماغش 3 تا این سبز بابا چی داری میگی؟ مغزمونو خوردی. این سبزه. چشم بسته است فقط گوشام هست تو همونو خوردی. ببین الان حواسم پرت کردی. الان دستم تکون خورد نمیدونم دیگه الان کجا. دیگه باید پیدا بکنی این دوم دیگه. موشه. چشمای موش کجا بود؟ وای بابا انقدر تو رو خدا حرف نزن نیک. من گیج شدم. منم گیج شدم. من اصلا نمیفهمم این چه رنگایی من برمیدارم. این ده من فعلا دارم با مشکی میکشم. چرخای ماشین اینم دستاشه. گفتی که گوی جادویی داره. جادویی داره. اینم با نارنجیه یعنی که مثلا رد و برق که بوی جادوییشه. این پایینم که حالا میریم ماشینای دیگر رو میکشیم که یعنی تو ترافیک. این فکر کنم قهوه‌ایه بچه. تنها رنگی که جاشو حفظ کرده بودم همین بود. دیگه الان مشکی رو بذاریم کنار. و یا اول فصل اینجا بود. امیدوارم که قرمز این باشه. بعد یکم بیایم این برمرش بینیم در سطح این پاهاشه. ماشینای دیگه اینجا لباش باید باشه. میتونیم لباش رو قرمز کنیم. نوکه گوشاش هم اینجا صورتی کنیم. این پاهاش. اینم چرخار. آقا تایمر داره این. هر کی زودتر تمام کرد دیگه. من که دارم ای وای از نقاشی رفتم بیرون. امید یه دونه فکر کنم آبی بودیم. فکر کنم این آبی بود. من میخوام برای این نقاشی یه دونه 2 تا ابرم مثلا میکشم. موتور. این 2 موتوره تا ابرم میکشم. مثلا فکر میکنم چند تا آدم بکشیم که خورشید باشه دیگه. بعد با آبی هم فکر کنم این آقا من آبیه. تموم شدم. من تموم. منم پس من تموم. تمومم. خدایش موشم رو ببین. خداییش آقا آماده این. خداییش ببین چی کشیدن. خداییش ببین بامزه نکشیدن. یه موشه. این گوی جادوشه. اینا این دستش بوده. حالا این کمی بجا در اومده انگار کنده شده. بعد ببین ابر کشیدم. خورشید کشیدم. پاهاش بوده اینا. اینم گوی جادوه ها. اینم رعد و برقایی که گوی جادوه. ولی گوشهاش و ایناشو ببین قشنگ معلومه که موشه. به خدا معلومه موشه. حالا بریم برای نیکه. اینم یه کدو تنبلیه که خدا وکیلی. تو ترافیکه. خب بچه این خود کدو تنبله. بعد من اشتباهی با نارنجی چرخاشو کشیدم. با صورتی اشتباهی رنگش کردم. آها. اینم ماشیناست. اشتباهی. اینم ماشینان که تو ترافیکه یعنی. خب اونم آدمان موتوره. که تو ترافیکن. اینم تو پیاده آدمم روان. پیاده شدن. آره حالا ببینم چه خدا خبره. وکیلی از نظر ها، خودت اینم ماه. از نظر شبم. شما کدوم این آقا تو کامنت ها بنویسید خدا وکیلی کدوممون برنده است. خدایی تو کدوممون برنده بردی. است. خداییش کی برد این دست؟ تو بردی. به خدا تو بردی. کار جمعه. بری بابا. کار جمعه. پس یکیست به نفع آقا امید. آقا امیده. بریم بیایم ببینیم دست دوم کی میبره. به خدا باید صبر کن قبل از اینکه بریم اول بیایم ببینیم چی در میاد برای دست بعد. چی باید بکشیم؟
آقا ولی خیلی سخته نیکی کنم. اصلا 2 تا دیگه مونده نه؟ یکی من یکی تو. این منی. یه منم. برو ببین. بابا اینا چیه؟ یزید نوشته، نگاه نوشته خانه یک موش صحرایی در بیابانی پر از خوک. منظره بشینم بکشم. خانه یک اصلا خانه موش صحرایی چه شکلیه تو بیابان؟ بیابانی پر از خوک. تو بیابون خوک هست؟ خب میتونه باشه، باید باشه. میشه بذاری خوک گوسفند بکشم؟ نه دیگه خوک که آسون‌تره. منم مزرعه‌ای با کلبه و فیل در حیات. مزرعه‌ای با کلبه با فیل در حیات. آقا باشه. هر سری سختا به من میفته. مال من الان راحت دیوز. من آقا بریم تا من اینو نکردم زیر میز. بریم بیان. اینو که من بردم خدا کنه من اینو ببرم. ببین نمیذارم. سکسیکا میاره. ببین که اون نمیذارم. بلایه که من ببین تو میخواستی من ببین. اینجا جلو همه اذیت کنی خودت ازت چی. بریم بیایم آقا دهنش سرویس امروز. دهنش سرویس. نمیذارم. خب رفقا خوش اومدید بله، به فینال بله. مسابقه مزخرف چالشی نقاشی با چشم بسته. زیاد مسخره بازی مسخرمون کرده. خب همینطور که یعنی دیدید اصلا یزید خورد نکن. طراحی رفته اومده نوشته ما اینجا بکنیم با چشم بسته. چی؟ میشه خانه موش صحرایی در بیابانی پر از خوک. برای خودم که سخت‌تر مزرعه با کلبه و یه فیل تو حیاته. آقا به خدا اون راحته. من اصلا موش صحرایی تو بریم آقا بریم بحث تو فایده نداره. اون آدمایی بریم. این مشکی بود اولیش. من خانم موش صحرایی چه شکلیه؟ نمیدونم. مثلا بریم این خانه موش صحراییه. از این درشه این مزرعه‌مونه. اینجا خود موشه رو میکشن. این دست و پا اینم بندش. شکلاشون درش گوش بود. اینم کلش دیگه. بیابانش رو چوری میکشم بیابانش. اینم گل‌های مزرعه‌مون. این دومیه که صورتی بود. اینم باید خوک بکشم. من نمیدونم آخه اینا الان چه رنگیه. بچه یه کلبه بکشیم. پر از خوک 3 تا خوک بسته دیگه نه؟ نه دیگه بیشتر. بابا بیشتر دیگه ها فیل باید میکشتم. فیل چه رنگی بکشم آخه؟ باباشو فیل خاکستریه دیگه. خاکستری ندارم که آبی بکشم. اصلا من نمیدونم آخه این چه رنگی الان که دارم باش بکشم. اصلا نمیفهمم این چه رنگی. هم میخوام برای که خوب بکشم که معلوم بشه بیابونه دیگه. خب زردم میخوام برای خورشید دوباره. اینم خورتون فیله. ببین من فکر کنم تموم شدم. اینم چش فیله. منم بذار این 2 تا ابرم بکشم. بعد ابرم فکر کنم این آبی بود. میدونم بالا. ما همه کارامون تو شب دوستان. همه رو شب میکشیم. فکر میکنم من تمومم. برو نگاه که نکردی جونم. نه به خدا. بچه ها. خب آخ بچه ها چشم گوش شد. ببینم امید چیکار کرده. اینا که خوک نی. شبیه خوکه دیگه. شبیه گوسفنده. شبیه خوکه. من بیشتر اون شبیه فیله. آره. بفهمم ببین چه کیوته. این بیابون اون اینا کوه هم مثلا تو بیابون اون بالایی ابر اصلا خوب نیست. تو بیابون کوه نیست. این موش نه ببخشید این کلبه موش صحرایی اون مستطیل اون دایره هم درشه. این برم چه میبینی خود اینم خود موش است. بریم حالا شما رو ببینیم توضیحاتش هم بدید. بچه‌ها این مزرعه ماست. اینا گلاشه. دقت کنی اینا گلاشه. اینا سبزیاشه. این فیلمونه. فیلم خدایی شبیه فیله. میگه فیلم شبیه فیله. آمین فیلم این شبیه فیله.
این کجا شبیه فیله؟ ببین فقط این خورتوم این خورتومشه. شبیه همه چی از غیره. آقا به باش خدا فیله. آقا باش یک خوبه. بده من برگم. آقا تو باید آقا تو این مجازات قرار بوده هر کی که میبازه 4 تا دونه مجازات چی بوده؟ مجازات ما آب نباتای کثافت. مجازات شما نقطه ضعف من آقا، من حالم بد میشه اصلا، واقعا حالم بد میشه. بعد این آب نباتایی که ما داریم طعمای یعنی کثافت، طعمای کثافت، طعم نمیدونم لجن و نمیدونم استفراغ و کثافت و آب لجن و آقا قرار بوده هر کی که میوازه 4 تا دونه از اینا رو شانسی برداره امتحان کنه، حالا یا خوبه یا بده. 2 تا تو بردار، 2 تا من برمیدارم. قبوله؟ مرد و حرفش آقا. مرام بریم بیایم امتحان کنیم. بابا من حالم میخوره. تو مجازات چرا همیشه مجازات؟ میخوای من 3 تا میخورم تو یه دونه بخور. باشه تو یه دونه بخوری من نه دیگه، گلستون میشم. نه آقا نس خداییش اینو تو بهتر کشیدی، معذرت بهتر. آقا بریم بیایم. اگه تا اینجا با ما همراه بودید و با این ویدیو حال کردیم لایک و سابسکرایب یادتون نره، همون که شما میگید. بریم بیایم. خب خوش برگشتید. ما اومدیم با مجازات کثافت بوگندمون. آقا این خیلی کثافته. اگه میخواین بدونین اینا چه طعمایی میده، اینم طعماشه. در اصل این یه چالش داره، یه بازیه که بعد یه حالت یه چرخونه ای رو داره که این چرخونه رو میتوونی مثلا با دوستاتو روی هر کدوم که اومد حالا اونو میزنیم. حالا دیگه من وقتتون رو با این نمیگیرم. اگه دوست دارین اسمش بین بوزلده، یه بار دیگه نشون میدم، میتونین برین بخرین با دوستاتون بازی کنین. ما اینجا یه سری اینا داریم که من همینطوری اینا رو میخوام بریزم این وسط. یا نه دیگه بیا آقا جلوی هم بیا اینجا. نیکی خانم بردار. بسم الله. خب بذار طعماشو به بچه‌ها بگیم. اوکی بردار. ببین کدومو میخواد، کدوم رنگو میخواد. من آبی رو برمیدارم. خب آبیشو برداشتی. دیگه چه رنگی؟ و کدوم رنگو میخوای؟ بابا یه رنگو بردار دیگه. نارنجی. این نارنجی. خب این نارنجی. بده من نشون بدم. این نارنجیشه. خب و آبی. خب بچه آبیش یا بلوبریه یا خمیر دندون گندیده. اون نارنجیه با چیزای قرمز که داره توش اینه. یا ماهی مرده است یا اسموتی توت فرنگی و موزه. موز. یه دونه دیگه هم بعد برداری. یکی دیگه رو من بهت میدم. نه دیگه 2 تا بود. نه گفت اوکی 2 تا شد. خب منم 2 تا باید بردارم. منم یه دونه نارنجی برمیدارم با یه دونه آبی. منم میخوام آبی. خب آبیه که گفتیم یا خمیر دندون گنده است که خیلی مزخرفه. من یه بار بازی کردم یا اینکه بلوبریه. این یکی هم که من برداشتم یا هلوه یا بانداژه. یا بانداژ گندیده است. بانداژ خاصی. وای آقا امید جان قند نبات میشه اینو عوض کنم؟ نه بچه من نمیتونم بفهمم. بانداژ کسی. وای من میترسم حالم بد شه. منم همینطور. میخوای اول تو بخوری بعد من یا با هم بخوریم؟ نه تو اول بخور چون تو از حال بعد منم حالت بد میشه آخه. تو آدم بچه خیلی امید تو این چیزا بدش میاد. خیلی تحملش کمه، خیلی بد دله. برای همین میگم اول تو بخوری. من دستمون آماده کردم. ببخش حال من بد شد دیگه. عشق من ادیتور نازم بعد شطرنجی کنم. آقا بریم برای یا بلوبری یا خمیر دندون گندیده. بوکه بابا همشون بوکن. بعد اولش هم مزه بد نمیده. خوبه یا بده؟ نمیدونم اولش هم نمیدونیم مزهش خیلی خوبه. آره مزهش بچه خیلی دیر میاد لعنتی. خوبه یا بده؟ مطمئنی؟ آخه نه بد بود خیلی بد بود. خیلی بد
اصلا نبضش میزنه اینجا اینطوری میشه. بابا اولش بده. مزه بلوبری داد، فکر کردم که الان خوشمزه است چون اینا معمولیشون جیلی بیلی میگن. چی میگن؟ من دوست جیلی دارم. بین. بعد آقا گاز که زدم مثلا یکم طعم اون نعنایی خمیر دندونه اومد، بعد یهو انگار زیرش چیزی باز شد گفت ریخت تو اینجا. خب من برم، منم آبی رو میرم. برو بریم. وای من بعدیش میترسم. وای بعدیش ایشالله که خمیر دندونه. ایشالله خمیر دندونه. ایشالله خمیر دندونه. امیده حرف زیاد بزنی نمی‌کنه. خدایا در خودتو. خمیر دندونه گندیده. خمیر دندونه گندیده فقط. بزن یکی جون که منتظرم. گاز بزن بعد گاز بزنی قشنگ. زوم کنی روش. وای نه Gece sensiz yatamam sana bak. بابا چرا وقتی تو فش میکنیم ازش بدتر میشه؟ عشق کردی. حال کردی. برو اونور. برو بریم بدون معطلی واسه بعدیش آقا برای من یا هلوه یا متاسفانه بانداش. برای من چی بود؟ بذار یهو بخورمش دیگه. رو اسلوموده. بجو آقا امید بجو. برو بیرون. برو از صحنه خارج. بچه امید حالش بده. جلو شما داره آبروداری میکنه. آقا بر من چه مزه‌ای بود؟ من یادم رفت. وای این خیلی بد. برای من یا اسموتی توت فرنگی و موزه یا باجی این خیلی کثافت. ماهی مرده. این بانداژ خیلی کثافت. خیلی بد بود. نمیدونم بریم که رفتیم. برو بریم که دیگه یا حالم داره به هم بلفاز. میخوره. برو بریم که دیگه حالم داره به هم میخوره از این ویدیو. ماهی مرده بود. وای. آقا این به خدا یکی از بدترین مجازاتایی که من با من میتونیم بکنیم. آی آقا من دیگه نمیتونم. آقا دمتون گرم که با من همراه بودید. اگه خندیدین و حال کردید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی یادتون نره که من و نیکی خیلی دوستتون داریم. جیباتون پرپول و حالاتون توپ باشه. خیلی چاکر ما کرم. بریم